سلام، دکتر زرین آزادی هستم. برنامه‌های من روزهای پنجشنبه ساعت 11 به وقت لس آنجلس و 9:30 به وقت ایران خواهد بود و امیدوارم که در اون ساعت با هم باشیم. به امید دیدار. Are you struggling with low energy and constant fatigue? Do you find it hard to concentrate and stay productive? Is stress taking a toll on your mental and physical health? Meet the Energy Booster from Dr. Z product, your solution for enhanced energy and focus, packed with essential vitamins, natural extracts, and powerful ingredients. It's designed to support your endurance, metabolism, and cognitive function, boost your energy, and feel your best. Get your Energy Booster today. Follow us for more health tips and product updates. نردبان خلق این ماه و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنی است. هر که بالاتر رود ابله‌تر است، کز استخوان او بتر خواهد شکست. یعنی که چیزی از این واضح‌تر نداریم. اینقدر ما و من نکنید، چون که وقتی که از این نردبونه‌ای داریم میریم بالا و فکر میکنیم که خیلی خیلی من شدم و ما شدیم و به خودتون میشه که تکبر میگیرتتون، اون موقع هستش که هر کی بالاتر میره ابله‌تره، چون از اون نردبون بالا محکم میفته پایین، استخوناش میشکنه. واقعا چقدر این مولانا قشنگ کلمات رو کنار هم میذاره. من یک کتابی گرفتم، یعنی کتاب که به صورت کتاب مولانا هست، به صورت مجموعه کارت های رنگیشه و اینجا در یک بازارچه خریدم و چقدر جالبه. هر دفعه که برمی‌دارم درست حالتی از حافظ، حال و هوای آدم رو میگه و نصیحتی میکنه. خیلی ممنون از اینکه اینو من شنیدید. امروز ما داریم میریم برنامه‌های چیزهایی رو که دفعه قبل گفتیم ادامه بدیم. من سعی میکنم این مقدار ادامه دار باشه که بتونید یه نتیجه ازش بگیرید. دفعه قبل خیلی مسئله حسادت و مشکلاتی که ما خودمون فراهم میکنیم صحبت کردیم. الان هم همینطور. یکی از مشکلاتی مردم زیاد دارن مسئله حسادته. مسئله این که همیشه خودشون خون با دیگران مقایسه کنن و این اشتباه هستش. مقایسه کردن با دیگران به این دلیل خوب نیست که ما از جامون عقب میفته. یعنی مثل اونه که داری جلو میره با فرمون ولی پشت سرت داری نگاه میکنی، در نتیجه نمیتونی فهمی که واقعا جلوی یا عقبی. متاسفانه این مسئله رو ما در کوچیکی آموختیم و این سلف استیممون آورده پایین، بدون اینکه خانواده ها مرتب مقایسه میکردن. نگاه کن فلانی از تو بهتر درس میکنه، اون یکی نمرش بهتره، اون یکی باباش هیچ کاره است مثل من اینقدر برای تو همه چیز فراهم نمیکنه، ولی ببین دخترش چقدر باهوشه، چه کارایی میکنه، و همیشه مقایسه میکردن. اون بهتره، این بدتره، و ما یاد گرفتیم متاسفانه در تمام عمرمون که خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران و دنبال تاییدیه بگردیم، در حالی که تاییدیه دیگران زیاد مهم نیست. تاییدیه من مهمه که خودم رو تایید کنم و قبول داشته باشم. و اگر خودم قبول کنم و دنبال تاییدیه دیگران نگردم، مسلما موفق‌تر خواهم شد. اینو من واقعا میتونم بگم انقدر تجربه کردم که آموختم. بنابراین مقایسه نکنید. خیلی‌ها که این برنامه مقایسه رو دارن متاسفانه هم اون حسادتاش رو دارن ترویج میدن، بیشتر میکنن، و همین که دارن در این حال سعی میکنن که یه جورایی تلافی اون شخص کنن یا جلوی راه اون رو ببندن. این اشتباهست. حالا چرا اشتباه؟ چون حواستون به جایی که روی مسائل خودتون باشه معطوف میشه به جایی که نباید باشه، در جای وقتی برای خودتون نمیمونه. این رو در نظر نگیرید. برای هر کاری اگر از اول فکر کنید که موفق هستید، موفق هم خواهید بود. خواهش میکنم به تلفن نزنید و ممنون میشم که تلفن ها رو بکنید. ببخشید تلفن ها رو از طریق همین تلویزیون بر من پیغام بذارین، چون در این 1 ساعت که صحبت میکنم به هیچ پیغام نمیپذیرم. میریم سر برنامه‌ای که ما داریم به زودی. برنامه اکسپو، همون نمایشگاه هستش، نمایشگاه بین‌المللی هستش، و واقعا افرادی که اینجا
هستن چقدر باعث افتخارن. من الان نگاه که میکنم میبینم که چه بیزینس هایی رو ما داریم که موفق هستن تو ایرانیا، واقعا موفق هستن. و باز هم دلیل موفق وقتی نگاه میکنیم دلیل موفقیتشون احتمالاً همین هستش که خودشون تمرکز کردن به جایی که رو افراد دیگه بخوان تمرکز داشته باشن. و از بیزینس هایی که داشتم نگاه میکردم خیلی ها هستن که لطف کردن ما رو ساپورت کردن، ازشون ممنونم. من از خانم زلفقاری نسا هلت کیر، واقعا هوم هلت نسا هوم هلت خیلی تشکر میکنم. خانم زلفقاری خیلی خیلی عالی هستن در اینکه تمام نیازهایی رو که خانواده ها برای پدر مادرشون در نظر میگیرن و بخوام از اونا حمایت بکنن، ایشون همه رو توی پکیجی گنجونده و اونو ارائه بر مردم میده که برای سلامتشون، برای نظر روحیشون، نظر جسمی، همه چی رو ایشون در نظر گرفته و به نظر من یکی از بهترین هوم هلت هاییه که من میشناسم و حتما توی این برنامه که ما رو ساپورت میکنم ما هم میخوایم که حتما ساپورتشون باشیم. بنابراین یادتون نره نسا هوم هلت. چیز دیگه هم که هستش اینه که در رابطه بیزنس هایی که داریم تک تک صحبت میکنیم، نه اینکه دیگران خوب نباشن، ولی اینها رو به دلیل اینکه هم خوبن و هم که ساپورت دارن میکنن این برنامه رو. این برنامه میدونید که منافعش برای سرطان میره، یعنی نمایشگاهی نیست که ما بخوایم پول بسازیم بگیم به به بدویم بیاین اینجا لاله‌زار و جنس‌ها رو بخرید. نه، این برای اینه که ما با منافعی که از فروش این بوت ها به نظر بر دستمون میاد، یا بوت هم منظورم موز و مثلا میز و چیزای دیگه که برای ارائه بیزنسشون هستش اونها هستن، اون کمک میکنه برای سرطان که ما چجوری میتونیم این سرطان رو، یعنی مؤسسه مبارزه با سرطان رو حمایت بکنیم و صدامون رو به همه برسونیم. در این حال غیر از این برنامه خانم آلاله علوی هستن که تو ریال استیت هستن و ریالتی وان گروپ هستن که اسمش از ریالتی وان گروپ وست، که آلاله جون واقعا پشتکار دارن. من اون دفعه هم گفتم کسی داشتم که زنگ زد و گفتش که من سریع میخوام خونه بگیرم. من به هر کس زنگ میزدم متاسفانه جواب نمیدادن و من به ایشون که زنگ زدم فاصله چند ثانیه برگردوندم و گوشی رو من زنگ زدن، گفتن که شما کمکی میخواستین، کاری میتونم براتون بکنم. و من گفتم واو چقدر خوبه که خودشو مسئول میدونه که حتما جواب اون تلفن رو بده. و خیلی اوقات نمیدونید همون تلفنی که الان برمی‌دارید ممکنه همون چیزی باشه که شما انتظارش دارید، یعنی اینکه قرار باشه برای کسی خونه چیزی که میخواین بگیرین در همونجا انجام بدید. من ازشون خیلی خیلی ممنونم و واقعا فکر میکنم که اون حاضر بودن و اینکه بلافاصله وقت گذاشتن خیلی خیلی مهمه. کما اینکه دوستانی که از من خواسته بودن به من گفتن چقدر خانم مهربون و چقدر صبور و زمان میذاره برای کاری که میخواد و عجله بهشون نمیگه، میگه وقت دارید، قشنگ دقت کنید چی رو میخواین. امروز من به همه نمیتونم برسم، ولی تک تک اینایی که مقداری که الان هستم میگم، هر دفعه افراد دیگر رو معرفی میکنم. خانم دکتر زهرا آزادآبادی واقعا ممنون، ایشون مجله سیب رو اینجا ارائه میدن به مردم و چه مجله قشنگ و خوبی و چقدر پر محتوا. حتما مجله سیب رو فالو کنید، در اورنج کانتی هستش و میدونم که جاهای دیگه هم برده میشه و فوق العاده است. همه تمام کسایی که پروفشنال هستن، به خصوص دکترا، به خصوص وکیلا، به خصوص صاحبان بیزینس، همه دارن حمایت میکنن و در این مجله هستن. حتما ما هم همین کار رو خواهیم کرد چون واقعا محتواش فوق العاده است. دنبال کنید حتما. و آقای فرزاد، ما روز نمایش که چیزا داریم، اکسپو رو داریم، این نمایشگاه رو داریم، آقای فرزاد هستن که با به اسم سوتال زعفران آیس کریم، که این واقعا آیس کریماشون و فالودهشون رو فقط باید نمیدونم چجوری بهتون بگم، مثلا میمونید چقدر خوشمزه است. من عاشق آیس کریم، هرچند میگن که برای سلامت تو خوب نیست، برای سرطان بده. خب چیکار کنم، من فالوده و آیس کریم رو دوست دارم دیگه و بنابراین این یه دونه رو گفتم به همه دکترها، به خدا میگم اینو ندیده بگیرید، از این نمیتونم بگذرم. به هر حال بسیار بسیار خوشمزه است، حتما روز ترای میکنید و
آقای شهرام از شمیران رستوران شمیران که میگم واقعا من دیگه کبابی غیر از اینجا جای دیگه نمیخورم. تا کبابشون حرف نداره، واقعا حرف نداره، خوشمزه، عالی و همه خوب هستن. برای من میگم هر کسی یک انتخابی رو برای خودش میکنه. من برای کباب صاف میرم اینجا. اون روز ایشون در روانشگاه غرفه کباب رو دارن و برای همه کباب هستش، تشریف بیاریم میخوریم و مزه میکنیم. ببینید چقدر خوشمزه است و همینطور مثل آیسکریمتون بستنی و فالوده و غیره. از آقای حمید پاکدل بگم، یک انگشتری داشتم که میدونستم این انگشتر بدل بود، اصل نبود، ولی واقعا دوستش داشتم. دیگه کلا تقریبا رنگ و روش رفته بود. واسه با ایشون تماس گرفتم و گفتم که میتونم اینو نه قیمت زیاد، قیمتی بتونم یک انگشتر خوب تبدیل کنیم برام. گفت آره طلا میخوای یا نقره؟ و بعد سورپرایز شدم که واقعا مبلغی رو که دادن و طوری که درست کردن درست همون چیزی که بود، یعنی هیچ چیز عوض نکردن. چون خیلی اوقات که میری افراد جواهر فروش هستن ولی جواهر ساز نیستن، بنابراین مجبور با همون چیزی که هستن رضایت بدی. ولی آقای پاکدل بسیار بسیار دقیق کار میکنن و خودشون طراحی میکنن و حتما توی نمایشگاه خواهیم دیدشون. ایشون پاکدل جوئلری رو دارن که فوق العاده است. اگر جواهراتتون عکس پیدا کرده میخواین تغییر بدین، خیلی اون دیگه خسته بشن مدلش، میخوایم تغییر بدیم ولی نمیخوایم پول زیادی بپردازیم و دوباره باز طلا بخریم یا نقره بخریم، ایشون بهترین هستن و در ضمن کلکشنشون هم حتما اون روز خواهید دید. از خیلی از افراد تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودن، تک تکشون رو معرفی میکنم هر دفعه، ولی اینجا از 2 نفر میخواستم خیلی البته اول از همه خانم شیدا شیرازی که واقعا دوستشون دارم، iranianhotline.com. برین اونجا و ببینین چطور همه شهر رو با خبر میکنن که اتفاقات و هپنینگ هایی که تو شهر اتفاق بیفته الان کجاست، کجا باید برین، هرچی بهتون نزدیکتره و بلافاصله بتونین حضور داشته باشین. دیگه احتیاج نداره از این رو بپرسین بگی که کجا باید برم. و آگهیایی که اونجا دارن واقعا همشون بسیار عالیه، انگار که همه چی رو قشنگ به جا گذاشتن، هیچ چیزی نمیشه ایراد ازش گرفت. حتما حمایت بکنید و حتما برین و نگاه کنید. برنامه ما هم اونجا هستش و خانم شیدا مرسی که این همه سال ساپورت ما بودین، تشکر میکنم. بجاست که از آقای بیژن خلیلی تشکر کنم که سالها 08 ایرانی ها رو داشتن و الان هم واقعا فعالیت هایی رو که دارن برای همین اطلاعات ایرانی همون 08 البته 08 رو به صورت آفیس بوده، الان به فرمتش عوض شده، ولی فوق العاده همه رو حمایت کردن در تمام این سالها. و خودم فکر کنم از سال 1982 یا یک دو دننم از 84 85 از اون موقع میشناسمشون. واقعا ممنون که از ما هم حمایت میکنید، تشکر میکنم. خلاصه با خیلی افراد دیگه که الان ذره با هم صحبت میکنیم، راجع به گل فروشیمون، راجع به اکسسوریمون، راجع به رقص زیبای آرزوی قشنگمون که اون روز همونطور غرفهشون که اکسسوری های ایرانی ناب ایرانی هستش، همونطور رقص زیباشون هم مشاهده خواهید کرد. به هر حال بریم سراغ برنامه‌ای که این مقدار فقط تبلیغات نباشه و حوصلتون سر نره و اینکه بدونیم که از نظر روانشناسی چی کار باید بکنیم که توی اجتماع مؤثر باشیم و موفق باشیم. یه چند تا چیزی که حتیش اینه که افراد دقت کردین میان خونه یکی یه شام میخورم میگن واو عجب دستپخت خوبی داری، آقا بیا با هم بیزینس بزنیم، بیا کبابی باز کنیم، بیا با هم دیگه رستوران باز کنیم، بیا پیتزایی باز کنیم، یا بیا این جواهرات خوشگلی درست کردیم بیا بریم یه دونه اکسسوری بزنیم. ببینید افراد بدون که فکر کنن تصمیم میگیرن و بعد یا انجام بدن یا نمیدن. وقتی انجام میدن چون که آمادگی قبلی رو ندارن متاسفانه موفق نمیشن. من فکر میکنم که بهترین کاری که ما باید بکنیم باید روی یک طبقاتی بذاریم و بر مبنای اون طبقه مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم بریم جلو. چون یک شبه یا یک ساعته یا بدون برنامه نمیشه کار رو انجام داد. بنابراین اگه بخواین کار رو انجام بدین، هر کاری رو، اول از همه باید تشخیص بدین. یعنی که مرحله اول تشخیصه.
چه کاریه، چه جور جایی میتونه ارائه داده بشه، از نظر موقعیت کاری چطوریه، تو اون شهر یا اون محلی که شما هستین آیا تواناییشو داره، چقدر میتونه برآورد مالی داشته باشه نسبت به محل و موقعیت و همه اینا، رنتش چقدره، اجارش چقدره، چطور من میتونم همه اینا رو تقریبا میشه گفت تشخیص بدم. البته این فقط برای یه مغازه باز کردن یا رستوران باز کردن اینا نیست، برای هر نوع بیزینسی، برای هر چیزی که شما میخواین اجرا کنید. حتی اگه مثلا بخواید بیزینس هم نباشه، میخواین یه کاری رو انجام بدین که میخواین ببینید که موفق باید بره جلو، اول تشخیصه، میشین روی کاغذ بنویسین تشخیصش چیه، و بعد از اینکه تشخیص دادین که واقعا چه چیزایی احتیاج داره، تمام اینا 1 2 3 4 رو بنویسین، چون تو تشخیص اینها هست که مطرح میشه. کجا، چطور، به چه صورته، چه کسایی میتونن سورسای باشن که کمک بکنن، چه کسایی میتونن اصلا سورسای باشن که نباید کنارتون باشن. تمام اینها رو در نظر بگیرید. مرحله دوم پذیرش و کنترل و تصدیق هست. البته من توی کتابم که در رابطه رموز ما شدن هست، این رو در رابطه با روابط نوشتم، ولی الان به جا میدونم که در رابطه با بیزینس و کار فعلا صحبت کنم. ولی وقتی کتاب رو بخونید ببینید که آنچه که اونجا نوشتم در رابطه با تمام چیزهایی که در روزمره شما دارین روبرو میشین باهاش براتون کار میکنه. و برای پذیرش، تصدیق و کنترل شما تحت هر شرایطی اجازه ندید که عمل یک دفعه انجام بشه. یعنی اینکه بگی خب الان همه کار میکنم، نه بیخیالش، مسئله نیست. چرا هست؟ اولا اینکه اگر با کسی دارین کار میکنین باید بدونین پذیرش رو داشته باشین که باهاش هماهنگی داشته باشه. مرسی آقایان کتاب رو گذاشتن اینجا، رموز ما شدن. ولی برای هماهنگی گفتم خدمتتون، اول برای که پذیرش داشته باشه باید ببینید که چطور مسائلی که هست بپذیرید. برای مثال اگه بخواین شما کاری رو ارائه بدین، بغل دستتون اون برتر یه فروشگاهی هست که شما رو داره اذیت میکنه، یا بیزینسی هست که اذیت میکنه، یا فردی هست که شما رو اذیت میکنه، اون رو اونجا نذارید. اگه میخواید بذارید باید آماده باشین، پذیرشش رو داشته باشین که این فرد یا این بیزینس رو یا این مسائل رو بپذیرید. و چیزی که اینجا هستش اینه که بعد از اینکه کاملا پذیرش خودتون رو تایید کردین، تونستین از هر نظر اون پذیرش رو داشته باشین، در اون زمان باید چیکار کنین؟ برین پذیرش طرف رو بگیرید، یعنی که تصدیقش رو بگیرید، که اون فرد تصدیق کنه که آره این اینجا بودن خوبه، ما هم میتونیم کنار بیایم، چون یک طرفه نیست. بنابراین برای کارتون، برای موقعیت که داریم میتونید همین چیزهایی رو کنید، تک تکش رو. پذیرش و تصدیق خیلی مهمه، و اینکه شما چطور کنترلش بکنید. این ستا واقعا لازمه های این برنامه است. یعنی اینکه حتی با کسایی که میخوان وندر هستن، میخوان وسایلش برای شما بیارن، میخوان اون چیزایی رو برای شما مهیا بکنن، تو هر بیزنسی که هست، تو بیزنس چاپخونه، تو بیزنس روزنامه، میخوان اینها رو بیارن، از کاغذ گرفته تا نوشته تا هر چیزی. تو بیزنسی که برای حتی نمایشگاه دارید بیزارید، افرادی که میخوان چه کاری رو بکنن، آیا اونها شما وقتی میپذیرین اینها رو، آیا اونها میتونن تصدیق کنن که این خوبه؟ بنابراین برای کاری که میخواید کنین با پارتنرتون یا با کسایی که در کنارتون هستن و میتونن حتی رقیبتون باشن، این رو انجام بدین که هم پذیرش رو داشته باشین، هم غیر مستقیم تصدیقشون رو بگیرید، چون این تصدیق و این پذیرش خیلی خیلی مهمه که شما بتونید در جایی کار رو انجام بدین که مورد قبول باشه، نه اینکه از فردا صبح شما خودتون ناراحت کنین، وای نشد، چرا نشد، من نمیدونم چی کار بکنم، قصه بخورید، بعد زندگی خانوادگیتون رو خراب بشه، چون همش نگرانید و برای هر کار رو انجام دادن نگرانی و تقریبا میشه دلشوره فایده نداره. به خاطر باید شما این رو جای روی و جوری قرار بدین که رضایت خودتون باشه و پذیرا باشید. و بعد اینکه وقتی جایی رو دارین میگیرید یا بیزنس رو دارین شروع میکنید یا حتی رابطه رو دارین شروع میکنید، باید مهیا باشین و بدونین که خیلی مسائل میکنه پیش بیاد. پذیرش رو داشته باشید که بشنوید، پذیرش رو داشته باشید که بپذیرید، پذیرش رو داشته باشید که اگر مسئله هست بتونید تحمل بکنید. اینها همه از پذیرش میاد. بنابراین اینها رو نگاه کنید، چون اگر ما در رابطه با هر چیزی، چه کاری، چه احساسی، عاطفی، خانوادگی،
اگر راضی نباشیم متاسفانه نه اون رابطه، نه اون مسئله کاری پیش میره، نه ما میتونیم تمامیتمون رو اونجا اجرا کنیم. و علاوه این که آدم باید کاری رو که انجام میده، عملی رو که انجام داره خواهد بده، باید دوست داشته باشه انجام بده. حتی وقتی به افرادی میرسین و دیدین اینجا خیلی مده که هم میگن I love you I love you. اوکی، من خیلی سعی میکنم، حالا بازم خیلی وقت دستم در میره، ولی خیلی سعی میکنم که این I love you رو جایی بگم که واقعا باور داشته باشم. یعنی که اون چیزی که میگم منو خوشحال کنه. بنابراین وقتی به این نفر کاری براتون انجام میدم میخواین تشکر کنید، میگه love you یا مرسی متشکرم، از ته قلب باشه، تو رو هم خوشحال بکنه، نه اینکه فقط اون فرد بگه که اوکی یه وظیفه یه انجام بدیم بریم. اینها متاسفانه مقدار سخته ولی اجرا شدنیه. مرحله سوم فکر و تحقیق کردنه. تو رابطه وقتی زن و مرد به هم دیگه میرسن فکر باید بکنن، باید برن تحقیق بکنن که این زن یا این مرد چجوریه. برای کارم همینطوره. وقتی رابطه رو میخواین داشته باشید در کاری، باید برین فکر بکنید، ببینید که آیا این برنامه‌ای که بخوام انجام بدم انجام شدنیه. بنابراین با تحقیق کنید از اطرافیان، از همسایه ها، از بیزینس های دیگه، مشاغل دیگه بپرسید آیا اینجا جای خوبیه، آیا قبلا کسی اینجا بوده، آیا کسی اینجا بیزینس سازبن رفته یا بیزینس شروع شده. این خیلی مهمه. سالها قبل با دوست نشسته بودم و ایشون من گفتن که من در یک مالی که در امریکا بوده رفتم یه جایی رو گرفتم که بتونم برای تقریبا میشه که بار و رستوران و اینا بزنم، یه موزیکی هم داشته باشه و خیلی هم خرج کرده بود، خیلی زیاد. و بعد بخوای خاصی رو انجام بده تفلک دید که اصلا اینجا اجازه بار داشتن رو نداره. یعنی اون چیزی که برای یک بار لازمه اینا اجازه نمیدن بشه، اون جواز رو نداره. وقت دنبالش هم گشتن دیدن که نه، افراد قبلی هر چقدر ترای کرده بودن اینجا رو بهشون ندادن چون اجازه اون کار رو نداره. و ایشون بدونید که حتی تحقیق بکنه تفلکی این همه پول ریخت، خب معلوم شد ضرر کرد و اومد بیرون. یعنی حتی شروع نشده معلوم شد ببنده. و خب بدونید همین هم چندی ماه طول میکشه و شما چندی ماه باید پول خرج بکنید که بتونید اون جایگاه رو داشته باشید. حالا همین رو برگردونیم به روابط. وقتی تحقیق نکردیم با کسی آشنا میشه میگیم با و در جا به قول خودتون دلتون میگیره و بهش دل میبندین و میگین همینه، تحقیق کنید ببینید که این خانم یا این آقا در رابطه های قبلش چطور بوده. قدیما میرفتن در همسایه میپرسیدن چقدر خوب بود، خانواده کیه، چطوره. و وقت همیشه هم بازدهیش خوب بود، هرچند معمولا دختر پسر ناراضی میبودن ولی اون ناراضی بودن برای مدتی بوده، بعدم میدن که نه همه چی درست در اومد. در رابطه با همین هم شما باید همین کار رو بکنید، باید برین و تحقیق کنین که آیا این خانم همیشه این حالت رو داره یا آدم مثلا خوشرو هست یا آدم عصبانیه و انتقامجوه، یا اینکه اگر قبلا آیا ازدواج کرده تو ازدواجش موفق بوده، یا اینکه بچه داره بچه نداره. همطور آقایون متاسفانه الان با جامعه ما خیلی جامعه جالبیه، با فرد آشنا میشه همه چی رو باز خودش چی دلش میخواد میسازه و میگه و آنچنان راحت کامنس میکنه، ما رو متقاعد میکنه که ما میگیم که واو چه شانسیه، چه آقا چه خانم ذوق زده میشن. و بعد وقتی میرن توی رابطه بار جا میخورن، خب میبینن خب فرد بچه داره، اینا بچه نمیخواستن، یا اینکه من بچه دارم اون شخص نمیخواسته، یا اینکه من مثلا حوصله ندارم هر روز بلنشم بگم که حالت چطوره حرف بزنم، میخوام ساعتهای خاموش باشم، اون شخص نمیتونه تحمل بکنه. یا اینکه اون فرد برای مثال خانم یا آقا قماربازه، من اصلا آدم قمارباز تو زندگیم نمیخوام. یا اون شخص الکلیه، حتی الکلی هم نباشه دوست داره هر روز مشروب بخوره و من اینو نمیخوام. اینا خیلی مهمه چون تمام اینا باعث میشه که پایه های یه زندگی از هم میپاشه. همین رو بذارید رو بیزینس. اگر ندونید که چه چیزهایی که اطرافشون هستش، چه کسایی داره معامله میکنین، چه محیطی رو دارین اونجا بخواین این برنامه رو ارائه بدین و چه قومی دور براتون هستن، حتی باید ببینید کادون افرادی کنارتون هستن از این بیزنس شما بخوان استفاده کنن چه کسانی هستن. برای مثال کسی که میاد یه فست فود یا رستوران مثلا کوچیک رو میزنه که برای افراد مجرد خیلی خیلی خوبه،
شما در نظر بگین اینا نمیتونه بیاد توی یه محیطی بزنی که خانوادگی، مدرسه هستش، همه چیز، بچه ها از خونه غذا میارن، درصد کوچیک ممکنه بیان اونجا یه چیزی بخورن، ولی بیزینس این شخص نمیچرخه. و بعضی مدت برمیداریم برای جای دیگه. خب اول اینا رو تحقیق کنید، همین پذیرش و تصدیق رو داشته باشین و بعد کنترل رو داشته باشید. اگه کنترل کارتون رو نداشته باشین از دستتون در میره. چون که ما همیشه میل این که کار جدید داریم میکنیم و ذوق این که وای عالی میشه و اون خیالاتی که برای خودمون میسازیم، دریم هایی که میسازیم، موفق میشم، معروف میشم، همه میگم به به چقدر عالیه، یا اینکه تو زندگی زناشویی خیلی عالیه، چه زوج مناسبی هستن. اینها همه رو نگاه بکنیم، این کنترل رو در خودمون ببینیم که بتونیم بریم و ببینیم که آیا این مسئله انجام شدنی هست یا نه و در گذشته چیکار کرده. همیشه به گذشته نگاه کنید. من نمیگم دنبال روی گذشته رو بکنید، ولی برای شروع کاری باید بدونید گذشته چی بوده. هیچ کاری نیست که گذشته نداشته باشه. که بچه‌ای که بخواستش اینجا یه دونه بیزینس باز بکنه، میل باکس، برای کسایی که میخوان مثلا به جای اینکه آدرس خونه‌شون رو بدن، میخوان یه باکس داشته باشن که نامه‌هاش رو اونجا بذارن و بتونن که مثلا ماهانه چک بکنن. بعد بیزنس میل باکس که وقتی بخواید بگیرین برای خودتون، لازمش اینه که جایی باشه که مجرد زیاد باشه، یا افرادی که کار دائم ندارن زیاد باشن، یا افرادی که مسافران فعلا اومدن موقتی جایی باشن. ولی وقتی شما میرین توی محله میذارین که خانواده سالها همه خانوادگی بوده، مردم خانواده میان میرن، بیزینس آنچنان نیست، خب مسلمه که خودتون دارین تضمین میکنین شکستتون رو. بنابراین روی افکارتون و اینکه من چی فکر میکنم، به نظر من اینطوره، کاری انجام ندید، چه در رابطه فردی، عشقی، ازدواجی و چه در رابطه با کاری، بیزینسی، چون در تمام اینها این مراحل صدق میکنیم. مرحله سوم فکر رو تحقیق کردنه. از تحقیق کوتاهی نکنید. خیلی میگن 4 تا پرسیدم تموم شد دیگه. تحقیق کنید. الان ماشاءالله اما رسانه‌ای که ما در اختیارمون هستش، واتساپ هستش، اینستاگرام هستش، گوگل هستش، یوتیوب هست، تو همه اینا میشه قشنگ نگاه کرد و تحقیق کرد که این کاری که بخوام شروع کنم، این کاری که بخوام انجام بدم، اگه بیزینسه، قبلی هم چجوری بوده. آیا این تحقیق بکنم ببینم که اصلا این بیزینس به این اسم، به این حرفه‌ای که من میخوام کار میکنه یا نمیکنه. باز هم تو گفتم این تحقیق باعث میشه که شما بدونید که در کجا باید اینو انجام بدین، اون جایی که دارین انجام میدین تا چه حد بازبرد داره. برای تحقیق رو یادتون باشه، تحقیق و فکر هم خوب بکنید. این رو دارم از روی کتابم براتون نوشتم، دارم میخونم که میگه که چه مراحل رو داره و این مراحل رو داره اینجا نوشته. مراحل باز هم میگم رموز ما شدن برای زن و مرد فقط نیست، ما شدن برای اون چیزی که من دارم برای من انجام میدم و میخوام که بتونم ازش استفاده کنم. بنابراین رموزی که هستش، حتما فکر رو تحقیق کردین، پذیرش رو گرفتین، تصدیق رو گرفتین، کنترل رو کردین و مهمتر اول پایشه که تشخیص بدیم این آیا مال من هست یا نه. Is it me or no؟ آیا منی که مثلا بخوام، کاپلی بودن خیلی سال قبل اومدن یه روز من گفتن ما گل فروشی باز کردیم. اول اینکه اول باز نکنید بعد دیگران بپرسن، اول برین تحقیق کنین، تشخیص بدین اصلا کار شما هست یا نه. و من به عنوان روانشناس نگاه کردم، گفتم که قبلا مگه این کاری کردین؟ گفتن نه. گفتم خب چه چیزایی مثلا توی برنامه دین؟ اون آقا برش بودش که خانم من عاشق گله، اینقدر قشنگ درست میکنه، هر دفعه تبد درست میکنه برای دوستان میبریم تو خونه، دکوراسیون عالی میکنه. گفتم آره، ولی برای فردیه، برای بیزنس کلی آیا چنین چیزی هست یا نه؟ تشخیص خیلی مهمه. در جا خودتون رو جایگزین نکنین جای کسی که سالها تو این کار بوده، یا اینکه در رابطه با زناشویی چه این مرد خیلی خوب، همیشه میخنده، همیشه همه جا میگن به به به، خیلی دنبالشن. اوکی، اول تشخیص بده که مرد با حالتایی که هست آیا برای تو هست؟ اون چیزایی که تو میخوای، ریکوایرمنت های تو رو داره یا نداره؟ تحصیلاتش به تو میخوره؟ موقعیتش به تو میخوره؟ اصلا تا اون لول تو هست؟ از نظر فرهنگی، از نظر خانوادگی و از نظر مادی و از نظر تحصیلاتی، همه اینا مهمه. بنابراین نمیتونی بگی نه من عاشق شدم و انجام میدم.
فیلم بامداد خمار رو حتما همتون تماشا کردید. اگه داستانش رو خوندید، داستانش رو من خیلی سال قبل خوندم، خیلی خیلی مثال عالی هست. کاری نباید بکنیم که بعداً به پشیمونی بیافتیم، چون خیلی سال وقت پشیمون میشید نمیتونیم برگردیم بهش. اینا خیلی مهمه. مرحله چهارم همه اینا کنترل خودتونه. چون بالا گفتم کنترل، اون کنترل پذیرش و تصدیق و کنترل به صورت جمعی هستش. یعنی جایی که هستم کنترل شما و دیگران چجور انجام میشه، اونها چه کارایی دارن میکنن، من چه بازدهی دارم. ولی این کنترل آخری کنترل خود هست. خودتون رو کنترل بکنید. و اون کنترل چی میشه؟ از یک جدول مخصوص بیاد که باید بذاریم برای اینکه تو این برنامه که من دارم کنترل میذارم چه چیزهایی رو باید رعایت بکنم، من کنترل کنم. اگر تو رابطه هستش، وقتی زنم یا شوهرم عصبانی میشه، یا پارتنرم، دوست پسرم، دوست دخترم عصبانی میشه، من خودم رو کنترل کنم که عصبانی نشم. چون دو نفر آدم عصبانی چیکار میکنن؟ یک جنگ بزرگ، آخرش هم حتما هر دو میبازن، برندگی توش نیست. ولی وقتی که من کنترل کنم، همون یاد بگیره دفعه بعد اون کنترل کنه. همین که حواسم از چه چیزایی داره گفته میشه، از کجا داره میاد، این مقدار خود تجزیه تحلیل بکنم و بتونم این رابطه رو نگه داشته باشم. در رابطه با بیزینس یا کاری هم که دارید میکنید همین کارو کنید. گوشی و بر ندارید که باتون هستن، بخصوص پارتنر داشته باشین، شریک داشته باشین، که خیلی مهمه. تهدیدش کنین، یا اینکه به کسایی که دارن مثل شما اون کار رو دارن ارائه میدن اونها رو تهدید کنین، من بکنین. و بعد میگم همون شعر اول که میگفت نردبان خلق این ما و منیست، ما و من نباشید، منیت نداشته باشید، عاقبت نردبان افتادنی است. عاقبتش چیه؟ هر چقدر چیز رو بخواید من بکنید و هر چقدر بخواید بدونید که کنترل داشته باشید، همه چی رو بخواید به هم بریزید، چی میشه؟ فقط از من بیاید، منیت متاسفانه میفته. هر کی بالاتر رود ابلهتر است. واقعا ابلهانه است که آدمی میگه من دارم جلو میزنم، من دارم بالا میرم، یا تو زندگی زناشویی من بهترم. من وقتی میگم نه تو باید بگی، نه باید انجام بدی، همه اینا به نظر قشنگ میاد و آسون میاد. برای نردبونا رو میره بالا و آدم میگه که استخوان او بتر خواهد شکست. اون استخوانش بدتر از اونجا وقتی بیفته میشکنه، چون هرچی بالاتر ضربه بدنی بیشتره. نه حالا ما ضربه بدنی داریم میکنیم، یک مثال به عنوان ضربه بدنی داره میگه، ولی میدونیم که بیشتر خواهیم شکست. لذا باید چیزی رو ارائه بدیم که اون وسط دیگه شکستنی در کار نباشه. ما تو زندگی داریم میریم جلو که موفق بشیم، چیزی رو ارائه بدیم که باعث دلخوشی خودمون و دیگران بشه. هر وقت که روی نیاز شما کاری انجام میدید، این کار بازدهی نداره. هر وقت بدون برنامه کاری رو انجام میدین، این کار بازدهی نداره. هر وقت با عصبانیت چیزی رو قطع میکنید، این کار بازدهی نداره. دقت بکنید که چه چیزی رو دارید، چگونه میرید جلو. خیلی جالبه، خانمی بودن که خیلی همچنان چیز با هیجان و اینا اومدن جلو و من شروع کردن دوستی کردن. زمانی بود که من کنسر داشتم و خب من وارنور بودم و همه گفتم به به شهر حال شما چطوره. از من همیشه اون باندژره رو نگه میدارم، سعی می‌کنم فاصله ای رو بذارم، ولی تو اون زمانی که مریض بودم به خاطر اینکه انقدر چیز توشه گفتش که جستم خیلی ضعیف شده بودش و همطور کلا آدم ضعیفی شده بودم از نظر جسمی، سعی می‌کردم با همه چی کوتاه بیام. بعدشون خیلی بار برد بالا خانم دکتر عزیز نازنین، ما هی رفتیم بالا. خدای اون موقع که از بالا پرت میکنه پایین خیلی جالبه، چون همیشه میدونیم تو فرهنگ ما میبرن بالا و مواظب باشید وقتی برن بالا و از بالا پرت میکنن پایین، دیگه خیلی خطرناکه. از من گفتم همینجاست که الان دیگه برنامه پیش بیاده و ما رو میخوام پرت کنن پایین. بعد از تقریبا چند ماهی که گذشته بود، آلموست یک سال، این خانم کاملا برگشت. متاسفانه ما اکثر افرادی که هستیم ما بالا پایین زیاد داریم. کمان که خانم دکتر یک سال برگشت گفت بیشتر ما ایرانی ها بایپولار هستیم، که به نظر منم صحت داره، نه حالا 100%، ولی اقل 40-50% هستیم. و متاسفانه ایشون هم همینطور. یک دفعه دیدم که با این شخص بدی کرد و اینو انداخت دور و اون یکی رو گذاشت کنار و اینا، گفتم که 1 2 3 4 نوبت ما کی میرسه که بعد رسید. و چیزی که اینجا هستش که من فکر میکنم وقتی شما این چنین کارا رو میکنید به خودتون لطمه میزنید، قربونتون برم.
یک گفتم تشخیص، اما تشخیص بدین که چی هست، شما کجایید، اون فرد کجاست، موقعیتاتون رو بسنجید. میدونید ممکنه فرد در این مرحله بالا باشه، من در مرحله پایین، آخه مناسبت نداره بخوام باش جدال کنم. بعد نگاه کنید موقعیت های خودتون رو از نظر فرهنگی، از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر اون کراود و افرادی که دورتون هستن، چه طبقه قرار دارید. اینا همه خیلی مهمه، ولی متاسفانه افراد یادشون میره و فکر میکنن نه هیچ مسئله، اینجا امریکاست یا اینجا اروپاست، ما هر کسی هر کاری میتونه بکنه. نه، نمیتونه بکنه. چرا؟ چون ما داریم با اون روش اونا زندگی میکنیم، برای روش اونا طوری انجام میدن که موفقن، ما داریم با موفق انجام میدیم. این که اصلا میگن آزادانه حرف تو بزن، خیلی عالی، آزادانه بزن، ولی آزادانه حرف بزنن اهانت نمیکنن، برای کسی نمیزنن و آزادانه هم فکر نمیکنن که خب هر چی زدم. چون مملکت های مثل اروپا، امریکا، خیلی جا، حتی کشور خود ما، خیلی سال نبودم درست نمیدونم، ولی اینجا وقتی شما به یکی اهانت میکنی یا به کسی تهمت میزنین، پیگرد قانونی داره، خیلی خیلی مهمه. اون خانم اومده بهم زنگ میزنه میگه که آره من که کاری نکردم، من ببخشید معذرت بخوام. عزیز من که نمیتونم میام خیر تو رو بچسبم بگم که تو مقصری، مش بزنم، نه چیکارا رو که نداریم که. بنابراین توی کشورهای تقریبا میشه گذاشت که مقدار پیشرفته که قوانین دارن، با قوانین هم جلو میرن. کاری نکنید که بعدا بیفته غلط کردم، اشتباه کردم. خیلی اشتباهه نکنید. مراحل قانونیش رو نمیدونن و بعد در ضمن میگه کبوتر با کبوتر باز با باز. برین جایی که بهتون بخوره. خانمی اومده بود اینجا که من گفتم عزیزم چه کمکی از دست من برمیاد، من معمولا سعی میکنم که کمکی از دستم برمیاد حتی براش رو انجام بدم. گفت که خانم دکتر تنها کمکی میتونه برای من یه آقایی رو پیدا کنین که من بتونم باش ازدواج بکنم یا لااقل دوست پسرم بشه. گفتم والا یه دونه کار من نکردم، زیاده وارد نیستم، اما خب شما چه جور آدمی رو میخواین؟ خب حتما یا دکتر باشه یا مهندس باشه. البته اینجا مهندس ها اینا برنامه دکترا دیگه همه هستن، ولی مثل که توی ایران چون خیلی این دوتا مهمه، این دوتا رو بگن. فقط نه وکیل داریم، با بیزنسمن داریم، همه چی داریم که اونا خیلی خیلی مهم هستن. بعد گفتم باشه دیگه چه چیزایی بخوای؟ گفت مثلا تحصیلاتش بالا باشه، خانواده‌اش خیلی خوب باشه. این خانواده‌اش نباشن اینجا اصلا رفته باشه از دنیا، خیلی خیلی بهتره. گفتم چشم کارمندتون ماشاءالله زیاده. بعد همه اینا رو که سوال میکردم ازشون، گفتم که خب عزیزم شما چی؟ شما با خانواده زندگی میکنید؟ بله من خانواده دارم، دختر دارم فلان. اوکی، شما تحصیلاتتون چیه؟ من میخواستم دکتر بشم، ولی خب به خاطر اینکه این برنامه شده تو ایران نشد، فلان شد نشد، خب بالاخره تحصیلاتتون چیه؟ من دیپلم هستم. اوکی، کارتون چیه؟ من میخواستم کار بیزنس خودم رو شروع کنم، ولی متاسفانه نشد و اینا. یه مدت برای جای کار میکردم، بعد بچه نگه داشتم، بعد اومدم سعی کردم که تو مسائل بشم چی میگن بخر و بفروش، این افراد بتونم کمک بکنم. اوکی، دونه دونه هرچی پشتم، خدایا اصلا این ترازو اینجوری شده. ما باید چیزهایی رو که میخوایم اول تشخیص بدیم که برای ما هست، به ما میخوره. حالا چرا خیلی اوقات اتفاقات میفته، این نفر از خانواده پایین با یه خانواده خیلی بالا ازدواج میکنند و عشق عاشقی دارن، مثلا شاید موفق بشن، مرد خانواده‌اش رو ول میکنه، خانم مثلا این چیزای دیگه رو جایگزین میکنه، ولی اینها بیشتر لااقل تو این زمان دیگه انجام شدنی نیست. اینا مثل فریتیل میمونه، داستان میمونه. حالا برای گذشت چند سال، من اخیراً این خانم ملاقات کردم، خب چند سالی گذشته. گفتم شما چیکار میکنید؟ گفت دارم یه جای کار میکنم و بیبی سیتینگ میکنم، بچه نگه میدارم. اینو گفتم که خب اون همه موقعیتی که گفتی میخوام بیزنس شروع کنم، نه چیزی. گفت اینجا که نمیشه و گفتم مجردی؟ گفت بله مجردم و اینا، دوست پسرم ندارم و گفتم اوکی موفق باشی عزیزم. ببینید وقتی شما موقعی که میخواین تصمیم بگیرین چه کار بکنین، برنامه‌ریزی که میخواین بکنین، ما برای اون چیز که براتون هست بخوایم فکر کنیم و بریم بالا و قابل دسترستون نیست، متاسفانه درجا میزنید و جلو نمیرید. به خانمی گفتم که این آقا خیلی آقای خوبیه، چرا باش ازدواج نمی‌کنی؟ چون اون آقا واقعا به نظر من میخواد با این خانم ازدواج کنه، دوستش هم داره. نه این خیلی پیره برای من، چند سال، 10 سال از من بزرگتره. اوکی، ازدواج قبلیتون چطور؟ اون 15 سال بزرگتر بودی، هم بزرگتر ازدواج نمی‌کنم. گفتم کاملا درست میگی. بعد گفتم خب دیگه چی؟ نه بابا این پول نداره که، من خیلی خیلی بیشتر از این انتظار دارم. بنابراین
دیدم که شما وقتی چیزی رو میخوایم باید نگاه کنید ببینید که چی برای خودتون خوبه. به این رضایت نمیده به کسی که واقعا دوستتون داره، به کسی که واقعا مثبته، به کسی که دیگران دارن میگن انسان خوبیه. شما میخوایم به این رضایت بدین که حتما باید این چیزها رو داشته باشه. کسی که اون کوالیتی ها رو داره این کوالیتی ها ممکن نداشته باشه و با هم جمع کردنشون اون وقت باشه خیلی خوبه، ولی ممکنه شما اون وقت اونجا به درد اون مسئله نخورید. من فکر میکنم که همه ما باید جوانب رو بسنجیم، قدم هامون رو نگاه کنیم، به خصوص تو این دنیا، به خصوص تو این زمان، به خصوص تو مملکت های هستی که بدون قانون پشت سر طرف ایستاده. مواظب حرف زدن تو باشه. این چیز واتساپ خیلی جالبه، همه هر چیزش رو میخواد بنویسن، یه گروه تشکیل می‌نویسن، روز افراد به هم دیگه میگن همه میخوایم با هم جمع شیم فلان رو سو کنیم. آخه قربونت برم یه کار بکن که قد دشمن نترشه برای خوده. خلاصه به هر حال از اینها بگذاریم، باز برمیگردیم به برنامه اکسپومون و از تمام کسایی که تا این لحظه کنار ما ایستادن که ما تک تک هر دفعه 4-5 نفر رو معرفی میکنم که بتونم وقت باشه براشون صحبت هم بکنم و طریق اینستاگرام همین رو به اطلاع همه میرسونم. حتما به ما بپیوندین، چون در روز اکسپو 2026 اولا که غذاهای خوشمزه، اون که حرفی توش نیست، موزیک، رقص، شادی، یعنی لحظه های فوق العاده عالی خواهید داشت، چای، شیرینی، بستنی، همه چی هستش. و علاوه این که ما بیش از صدها جایزه داریم. پارسال 150 جایزه به افراد داده بودیم. بنابراین اونجا چیز میخرین، رفل میخرین، رفل های $1 $2 هستن، قرعه کشی میشه، هر مقدار تقریبا میشه گوش کرد، تقریبا فکر کنم 1 ساعت یه بار قرعه کشی میشه و کلی جایزه بهتون تعلق میگیره. جوایز از تمام بیزینس ها هست. به علاوه اینکه خود من طلا گذاشتم، قالی گذاشتم و همینطور نقره گذاشتم. سال گذشته تجربه بدی داشتم از کسی که چیز رو اهدا کرد و پس گرفت، به خاطر همین گفتم اون دفعه چیزای گرون رو خودم میذارم. بنابراین حتما بیاین این جایزه ها رو بگیرین که با جون و دل برای شما هستش و همتون هم موفق خواهید شد، چون که وقتی که شما میایم موفق بودن دیگران رو میبینین، راهوشاش رو یاد میگیرین و در ضمن موتیویت میشین، هیجان زده میشین، علاقه پیدا میکنین که خودتون هم تو همین راه برین و همین برنامه ها رو ببینین. به خصوص برای کسایی که میخوان بیزینسی باز بکنن اینجا بهترینه، چون این بیزینس ها رو میبینن و شرایطش رو میبینن و سوال جوابی هم که بخواد ما جوابگو هستیم. از بیزینسمن ها خواهش میکنم هر کی تا دلشون خواست با 30 آگوست برنامه اکسپو داریم به ما بپیوندن. بوتا هستش و برای میز و بوت و اینها، البته بوتامون همه رفته، الان فقط میز ها مونده. بوتا بیشتر بار بیزنس های بزرگ مثل غذا و اینا بوده که اونها رفتن و ولی برای میز ها هنوز هستش، برای استند هستش، برای اینها بیاین مراجعه کنید و بچه ها جوابتون میدن. و اینکه در این حال ما اسپشیال های خیلی خیلی خوب داریم که با همکاری با هم خواهیم داشت و بعد در همون زمانی که اینها داره اجرا میشه که شما داریم با ما هستین، ما 14 روز بعدش برنامه‌ای داریم به اسم Celebrating Life که بعداً به حضورتون خواهم رسوند که در این برنامه شما تمام کسایی که در اکسپو هستین اونجا سرتیفیکیت آف اوارد میگیرین، برنامه‌تون واقعا مورد تشویق واقع میشین و ممنون میشین که از اینکه با ما بودین. من زهرین آزادی هستم و میشه گفتش که برای کارهایی که دارم میکنم، هر کاری که دارم میکنم در راه کمک به افرادی هستش که با سرطان دارن میجنگن. نان پرافیت دارم به اسم شاینی سول. این برنامه اکسپو و برنامه بعدی گفتم به سلبریتی لایت و هر کاری که من دارم این روزها میکنم که حتی کلاس های تهران میذارم، هر چیز رو به نفع سرطان هستش و افتخار میکنم. از خدا ممنونم که بهم عمر دوباره داده بوده و باز هم انشالله خواهد داد. مواظب خودتون باشین، روزگارتون خوش باشه. یا حق. Feeling constantly tired and run down? A weak immune system could be to blame. Introducing Mega Immune, your solution to fighting fatigue and boosting your energy levels. Packed with essential vitamins, powerful antioxidants, and natural extracts, Mega Immune revitalizes your body's natural defenses. Just one capsule a day can help you combat fatigue and restore your energy. Mega Immune, because your energy is your greatest asset. Order now and reclaim your vitality today.